I sit for hours telling all the bluebirds, the bill and coo birds, pretty little baby, the flower. سرداب و رصدخونه قلعه علم‌آباد در ضلع شرقی همین مولاسرا از داخل صحن به یک فضاهای حالت برج مانند نیمه برجی میرسیم که احتمال میدیم چون 3 تا نورگیر داره، این 3 تا نورگیر چون به طرف شرقی نور آفتابی آمده طرف دیواره ها و میتونستن زاویه تابش آفتاب رو اندازه بگیرن. اینجا ما احتمال میدیم با حضور منجمین بزرگ که مهمترینش خواجه نصیرالدین طوسیه اینجا کار نجوم انجام میشده و ما خطکش یا ازاده اصولاب رو پیدا کردیم و همینطور در اینجا کتاب دستورالمنجمین که درباره نجوم هست نوشته شده. رو انتقال دادن در بیابان‌های اطراف قلعه. 1000 سال قبل به سردابه‌ها میگفتن محل تدفین، محل دفن بزرگان. کاوش‌هایی که انجام شد اسکلتی اینجا پیدا نشد. یا معلوم شد جنازه اهل صبا رو انتقال دادن در بیابان‌های اطراف قلعه. پشت تا پشت قلعه همه کوپایه است، میشه روستاهای جلو. حالا به کدامین سو بردن چون دستور داده بود که مخفیانه دفنش کنن که حد و حرمت نبش قبر نشه که هنوزه کسی نمی‌دونه. آشای صبح فردا خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را. نام عشقی سلام عشقی برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی تو دل نشینی تو آسمانی ترین زمینی. زمانی که میشنوید صدای ایشون هستن. چه